روز قیامت روز دهشتناکی است. روز قیامت روزی است که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. همین روزی وزبین است که پدر از پسر میگریزد، پسر از پدر، مادر از دختر میگریزد، دختر از مادر، زن از شوهر میگریزد و شوهر از کی؟ از زن. همگی فرار میکنن. حتی مادر به سوی فرزندی که 9 ماه او را در بطن برداشت و گشت و بعد از تولد 2.5 سال او را شیر داد از پیستان شیرین و لذیذ و او را به وایه و کمال رسانید، او را به هزارها ناز پرورشش کرد. فردای قیامت میگفت عزیزی من، بچه من، نور چشمی من تو را به نازهای پرورش کردم. در این حالت حساس از همون ثوابهایی داشته که 1 قطره برای من ته. میگفت است نه مادر جان، من خودم 1 قطره ثوابی که دارم میترسم که تو نگیریش. منم در کار ثوابم برای خودم. بنابراین فرار میکرد بچه از مادر و دختر از مادر و پسر و همگی از یکدیگر فرار میکرد. امان توفیق بر طاعت و ترک معصیت نصیب و روزی گرداند. امروز برادر عزیزی ما، دادر ما خال محمد، در خانهش به خاطر رضای خدا و به خاطر خوشنود کردن پیغمبری بزرگوارش، به خاطر یادآور شدن از ارواح گذشته هاش، خیر و احسان و دسترخوان خوب آراسته کرده است با انواع نعمتها، با انواع نعمتهای خدا، از جمله آب و آشنان، اینقدر میوه های خوش لذت و تر و تازه به خاطر رضای خدا سر سفره برآورده است و مهمانا و خویش و تبار و دوستا را دعوت نموده است تا که از این ضیافت چیز استعمال کنن و پروردگار مهربان حمد و ثنا گوییم و شکر و سپاس بجا بیاریم. البته خداوند مهربان سزاوار حمد و ثنا است و سزاوار شکر و سپاس است، زیرا اینکه صاحب این نعمت الله است و آفریدگار این نعمت پروردگار بزرگ است. و خدای مهربان در کلام زیبای خود می فرماید استعیذ بالله لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. اگر شما بندگان خدا بر نعمتهای خدا دادگی شکر و سپاسگزاری کردید و حمد و ثنا گفتید، البته پروردگار نعمتش بر شما زیاد میکند. ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. اگر شما بعد از استفاده بر این نعمتهای خوب خدا، چه نعمت مادی باشد و چه نعمت معنوی، اگر کفر نعمت کردید و گناه و معصیت کردید و نافرمانی خدا کردید، عذاب شدید، عذاب خار کننده، عذاب هلاک کننده و دردناک بالای شما می بیاد. چگونه ای که امروز وبای عصر آمد و این بلا عام شد و مردم هلاک کرده ایستاده است. بنابراین آمدن این بلا هم با تحقیق همه علما این چی است؟ ناشکری نعمت است و گناه و معصیت زیاد شدن است. بنابراین لحاظ در هر منطقه کشور، در هر نقاط زمین، اگر گناه و معصیت و نافرمانی زیاد شد، البته غضب خدا بالای او قوم خواهد آمد. بنابراین حالی هم سری وقت است و حالی هم غش از قالب نخست است و حالی هم که بلا زیاد نامده است، باید سریعتر توبه کنیم و بازگشت به سوی خدا کنیم تا که همگی من هلاک نشویم. هنوز هم سری وقت است. بنابراین رسول اکرم علیه السلام گفتن که شخص گناهگار
بعد از گناه کردنش اگر توبه کند مثل شخصی است که در عمرش گناه نکرده است. یعنی انسان اگر گناه کرد، گناه کردن مهم نیست عزیزان، زیرا که شیطان وسوسه میکند همه گناه میکند، لیکن توبه گناه مهم است. بنابراین وقتی انسان گناه کرد با وسوسه شیطانی، با بدبخت شیطان نمیمانه که شخصی گناه کردگی از پس گناهش توبه کند. بنابراین لحاظ سریعتر توبه کنیم. رسول اکرم علیه السلام گفتن شخصی توبه کننده مثل شخصی است که در عمرش گناه نکرده. یک توبه جانانه، یک توبه صدق دل، یک توبه با اخلاص و با محبت 100 ساله گناه از بین میبرد. حضرت مولای پیرمان گفتند به یک توبه رود 100 ساله عصیان. یک توبه نصوح، یک توبه که از سوز دل و از عمق جان میبرد 100 ساله گناه و محو و نابود میگرداند. بنابراین قرآن عظیم و شان کتاب خدا است. قرآن کتاب است که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب است، کتاب مقدسه، کتاب خداست، کتاب است که همه اینو میخواند، اما قرآن برای متقیان است، قرآن برای رستگاران است، قرآن برای هدایت یافتگان است. قرآن کتاب هدایت است. چگونه که در بیرون باران میبارد و زمینهای خشکیده مرده زنده میشود و از او گیاه میروید، در هر جایی که تلاوت قرآن شود دلهای مرده زنگ زده بیدار میشود، به تعلیم خدا آشنا میگردد. بنابراین رسول اکرم گفتن خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما ای امتی من همان کسی هست که خودش قرآن خواند و قرآن به دیگران درس گوید. این بهترین بنده و بهترین امت است. خوب رجوع میکنیم به کلام خدا، قرآن عظیم الشان. سلسله درس های قرآنی ما و شما را از منظره زیبای قیامت و از 4 طایفه انسان بی نصیبه ما را تاکید میکند که شما ای بندگان خدا از زمره این 4 طایفه نباشید که در عذاب علیم خدا گرفتار میشه. از این 4 طایفه انسان ها خدا بیزار است، پیغمبرم بیزار است و روز قیامت این 4 طایفه انسان خواهند نخواهند وارد دوزخ میشوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائزين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صدق الله العظیم. پروردگار از صفت این 4 طایفه بی نصیبه در این آیه کریمه بیان میکند. روز قیامت روز وزنین است. روز قیامت روز دهشتناکی است. روز قیامت روزی است که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. همیشه روزی وزبین است که پدر از پسر میگریزد، پسر از پدر، مادر از دختر میگریزد، دختر از مادر، زن از شوهر میگریزد و شوهر از کی؟ از زن. همگی فرار میکنند. حتی مادر به سوی فرزندی که 9 ماه او را در بطن برداشت و گشت و بعد از تولد 2.5 سال او را شیر داد از پستان شیرین و لذیذ و او را به وایه و کمال رسانید، او را به هزارها ناز پرورشش کرد. فردای قیامت می گفت عزیزی من، بچه من، نوری چشمی من تو را به نازهای پرورش کردم. در این حالت حساس از همون ثوابهای داشتگی 1 قطره برای من ته.
میگفت است نه مادر جان، من خودم یک قطره ثوابی که دارم میترسم که تو نگیریش، منم در کار ثوابم برای خودم. بنابراین فرار میکرد بچه از مادر و دختر از مادر و پسر و همگی از یکدیگر فرار میکردیم. سبب فرار رسول اکرم میگوید که آن روز چنان وزبین و دهشت است که خدا زمین میس میگرداند، زمین قیامت آهنین میشود، آهنی در علا سرخ کرده، آفتاب سوزانی که در آسمان چهارم قرار یافته است بالای سر انسان چنان میفراد قد یک نیزه. حضرت مولای پیرمان این منظره را به نظم آورده است. خشک میگردد به فردا این دهان از تشنگی، میبراید از دهانی کس زبان از تشنگی، رخ بگرداند قدی نیزه فراید آفتاب، میزند فریاد هر پیر و جوان از تشنگی، آهنی تفسان زمینش مغز سر آید بجوش، اهل محشر میکند شور و فغان از تشنگی. چی روزی وزبینه، چی روزی دهشتناکه.